با ماشین کاروان فوریون موسوم به کاروان بهشت آشنا شوید. این ماشین به واقع میتواند یک بهشت متحرک باشد، زیرا امکاناتی هم تراز اقامت در یک هتل 5 ستاره را در اختیار ساکنانش خواهد گذاشت. کمتر هتل 5 ستاره‌ای خواهید یافت که بتوانید آن را به هر مکان که دلتان بخواهد منتقلش کنید. جالب‌تر آن که کمتر هتل 5 ستاره‌ای را خواهید یافت که یک هلیکوپتر لوکس در طبقه بالای آن همیشه آماده به خدمت باشد. همینطور است. این بهشت متحرک در کنار امکانات لوکس خود مجهز به یک هلیکوپتر شخصی هم هست. فضای داخلی نیز شباهت زیادی به یک آپارتمان یا یک پنت هاوس لوکس دارد. از امکانات آشپزخانه تا مبلمان و تلویزیونی با صفحه نمایش بسیار بزرگ 75 اینچی طراحی داخلی تاثیرگذاری را خلق کردند. سرویس پله ها در طبقه همکف شما را به سمت پشت بام آروی هدایت خواهد کرد. احتمالاً پس از رسیدن به طبقه بالا با دیدن هلیکوپتر شخصی خود غافلگیر خواهید شد. ولی وقتی سر را برگردانید این هیجان دوچندان خواهد بود، زیرا یک جکوزی بزرگ به همراه مبلمانی برای استراحت یا شب نشینی نیز در پشت بام آروی در انتظارتان خواهد بود. یک تخت خواب 2 نفره بزرگ هم در اتاق خواب خواهید داشت تا حس یک خانه مدرن را برایتان کامل کند. خانه مدرنی که حتی ماشین ظرفشویی و یخچال سایت بای سایت هم دارد و در عین حال میتوان پشت فرمان آن نشست و به سوی جاده حرکت کرد. بخش کنترل کاروان نیز مجهز به پنل های لمسی است. حتی در سالن نشیمن یک شومینه مدرن و زیبا هم به چشم می‌خورد. شاید باور چنین امکاناتی برای یک ماشین کاروان کمی سخت باشد، اما شرکت سازنده توانسته تمام این امکانات لوکس را در یک آروی تعبیه کند و شاید هم از همین رو به آن نام بهشت لوکس دادند. این بهشت متحرک که ممکن است در آینده توسط کمپانی فوریون به بازار ارائه شود در حدود $3.5 میلیون قیمت خواهد داشت.